دختر آجی باش که امروز چی چیزا خوشش میاد، چی چیزا خوشایند است. آها عجب دیسکاولایا تربوز قیله قیله ده اگل زنج بشیدم راست کنی بخیر. بعد از اون دیگه ادامه بدی سفر. ای بیا بخوری قدر من ده نفس نی تلویزیون چیه دیگه دا اونجی تشناب شیه ولی دیگه دا اینج کسته لباس های خراوزو منی دا نه اینجا هم ویوی بیرون. بینندای عزیز سلام دوباره، امید که همگیش خوب باشین، جانچم جور باشه، اوقاتچم خوش باشه. خوشم بین در ادامه برنامه مو دوستان از این حرکت بخیر طرف پولن موره ریشا آمدی در اینجا خیمگک زده بودی. اینجا نفرها خیلی زیاد است. باز رفتی هتل شانسی که نوخت بسته شده بود دیگه. ما مجبور شو در اینجا بشی و صبح دیگه غذا خوردی. خیلی جای خوب بود، اما مو این چیزها همه چیز داشت، آشپزخانه و همه چیز دیگه. پشت سر ما موش میدید نفران و همراه موتورای کلان هم بود دیگه. مو میالی بخیر رشتی بوری دیگه طرفی پولن 4 ساعت در پولن در دیگه بوری. ادامه سفر همراه ما باشین بیننده عزیز دیگه. تا که موری مرسی ویدیوهای از مور لایک کن، کامنت کن ولده از ما دیگه. خداحافظ. سلام دوباره خدمت شما از کشور لیتوانیا. امشب را اینجا گذراندیم. شد با چند بجه 4 بجه 5 بجه دیروز آمدیم این شهر را گشتیم. خیلی جای شیکی داشت. باز بلدهش ویدیو میمانیم. از این گذشته باز که هست این حال که هست مسیر پولن روان هستیم. این حال چند ساعت روی اولین شهری که از لیتوانیا در پولن میرسیم 4 ساعت راه است. میال موقعیت هم است در لیتوانیا ساعت 11:43 دقیقه خواه. یعنی لوکیشن که باز میگرین در این کشور که است از مردم روسی است، خود لیتوانیا است، فنلندیا و لاتویا والا است، آلمانیا بود. چرا دو مو در یک جای خیمه زدیم ولی خوب امکانات داره. چرا تمیز بسیار تمیز دارن. در شهر کاوناس، مو شهر کاوناس به طرفی پولن روانه فعلا. بسیار جای کمپینچی بسیار شیگه، جای آوش بسیار فیکس، جای حمام، آشپزی جای آشپز جدا دارن. وسایل نداشته باشه وسایل هستن، مغازه نزدیکه. سیکنه گندم رو قشنگ گرفته نقشه کرده. سیکنه اونو وسطاش گرفته ماشین زده دور باش دیگه مانده. اون دیگه بخیر رفت طرف پولن. از لیتوانیا و پولن رسیدیم. قراره که پاسپورت ها باید چک شونن. در این سه کشور دیگه سیل نمیکرد. در این کشور باید سیل شنه. چی نیروهایی دارن سیکو نشان بدی ماشین هایشنن. ماشین های پولیس سیکو الان من چک کنم. آره دوستان ما اینجا داریم بس مرز باش که برنج پاسپورت های مرسل نباید از بخیر ادامه سفر. یک طرف اینه ماشین های کار یک طرف باش که بریم. این از زاد اینی من کسته پاسپورت ها رو چک باش که بریم. بعد از ادامه سفر بخیر. 3 ساعت من 1 ساعت خلاص شد. ولی دوستا دیگه شانسی کم بارندگی مسته امروز کم بارش مونه. بعد از استاد میشه. دوستان ببینم جا که اینجا آسمان هم هستن. اوی خوشمزن به نظر معلوم میشه. خوب آمده تا جایش خالی. الله من لذیذ کنم.
دوستان ما یه منه تربوز دیگه تربوز قیله قیله ده اگه زنج بشیدم خلاص کنی بخیر بعد از اون دیگه ادامه بی سفر همگی می تشنابه یا کسایی که یکان چیز خوردنی اردش همراه خیلی مخوره مهم دیگه در یه تربوز آورده چوبوی هم اصلی نداره زیر کمتر گوش نمیکنه نفس خراب دیگه خوله نمیشه نکن سرش واس کنم که خوله نمیشه آوازی زبانش نمیشه بس دیگه خراب میشه با در جای باش کنه خوب خنوب میشه دوستان تو مزه داره تربوزی پولان کسته شبیه فنلنده ما هم یک سین فکر کنم که از ایتا طرف چی موری طرف کروا موری شبیه فنلند نامش هم شبیه ای بیا بخوری قدر من ده نفس هیچ که زیاد چک کدی دیگه یخه شاید در پولان یخ باشه اگه یخ باشه شطور یه بخور علیه زیاده یه بخور خلاص نه دیگه بس منم ایش تک جامونی ایش باید سرش کشکی پلاستیک هم نداری پلاستیک نورده نه از پلاستیک دیگه است داده موزیگه کشکی تمام شمین موشال لوشتر مفهمی ما پایپاش بردم چپ لوردم نیست اونجا بوتل تمام شده وشتر سالوار کنده کلا توری و نردر درست ده تو توری ده تانوز هم توری است بسه کو به طرفی سرک چیکاری رقمی دایره بخور پیسیش اضافه بوده کارگرش اضافه بوده این کار ده داشته فید کنه خیلی جای سو بین سرگاهش این رنگا خیلی خوش کرده جدید جور کردی سرگره ها یک صدا میده که تو از خط عبور کنی داخل خط را که تبدیل کنی خود نمیرن صدا میده در تایر ماشین دوستان ما اینجا دیگه است دیگه موتور را تیل دی ولی متاسفانه پول از نام بیرونیه دیگه در پول خودکنش است پول پولنده پولند داره تا پولی پولند دیگه اینجا میده فروزنده در قهوه گرفته که یک دم خلاص کنی بعد از دیگه یک ساعت مونده باز ادامه بدی نمیخوام هیچ چاره با چی رخم بخور مونده شده کم مونده نرسی بنزین هم نکنیم رو پی باش که یک طرف تونال رسیدی باز چی بیا بستی تونال یک دو طرف شمال من اشتباه نرم باش خیلی اشتباه رفته خط کلگی دو طرف بود آفرین اون راله را جوازه ده؟ درک کرد ها احتیاط کچون است شروع هم است اون دفعه دیست سوم رای زرمی
مستقیم داشت که میره. ما دردیم از بیخ سخت بود فکر کنم از پشت سر ما دی اه. شاگ خوبه نه؟ بد نیه یا کمان شاگونه باشه خیلی پایتر تقریبا 5 روز دیگه لاتینیا چی بود یک شکل مقصد ما کجایی جنم ارسی نفس نمیمه اینجا باید پارکینگ پیدا کنی دیگه یعنی اینجای دیگه پارکینگ نامش چی نوشته بود؟ کاش که پارکینگ پیسه‌ای پیدا می‌شد 24 ساعته چیز نی چه رقم که بود مردم تقریبا شبیه برلین وریه نیه نفس تقریبا کستا پولان که رقمی یعنی برلین سنترال چیه؟ وریه اما شناختم سنترال چیه من چیز قطار فکر کنم اینجا قطارایش میاموره تو که کلا مرکز هم دیگه به نظر میچ خیلی به سختی پیدا میشه نفس پارکینگ ایمینا سرک استاد کرده چی رقمه دوستان ما رسید ده انشال پایین چیده دیگه پارکینگ هم پیدا نمیشه اینجا یک جای رو پیدا کرده باز برین سعی کنه که چی رقم میشه پرسان کده از نفرها که پارکینگ چی رقم پولی یا بی پوله باش بر پایین یک دفعه سایل کنی اجازه است یا نه اگر نه اینجا موتر کسی پارک کده ولی نمیفهم پرسان منیم اگر نه اجازه نیه نفس اکجا کشورای دیگه پارکینگ خودش اینجا برنا دیگه و چی خم برنی حال مزبور پس برین آبله دوباره پس باید چی باید بلی؟ اون چون استیشن شد دیگه نه یک جای خوب پیسه یک جای خوب زیاد پیداش ندم چک نه باز برده بسایش سوارش ندم بگرده نه هر کس خرید چی بری دادو بیدو نفهم چه خبر این وقت میگردونم دیگه جای شکش میگردی ولی چی میشی؟ ما فرق مرکز خرید برد عزیزا دیگه یک متر مشکلاته که فرسان نکردیم پشت هتل میگردی آدرس هتل میدیدن سعی که یک جای دیگه برم شه در انگلیسی نوشته نیه نه اصلا در انگلیسی نوشته نیه خیلی آدم سرگردان حتی نوشته نیه در پارکینگ نوشته نیه 15 دقیقه 5 دقیقه زبانش هم نمیفهمی زبانش هم نمیفهمی نه آدم میفهمه امور 15 دقیقه باشه یک ساعت باشه مثلا میفهمه ها نوشته نیه یک چند دقیقه مثلا دیگه ندم سر آدم درک نه بلد نی انگلیسی اگه می باید که انگلیسی نوشته نداره اینا بودی دیگه هارش خوشگله ولی شاش قشنگه خیلی قشنگه خیلی هم شلوغه خیلی زیاده در اینجا رانندگی مقدار سخته باز اینا بوری باش که می هتل از دیگه 11 دقیقه که این دفعه اشته کجا موری دیگه این دفعه پیدا نشنوه شاید بیرون خواهش دیگه رای چاره نی دیگه ما هم خسته شدم دیگه شوکت هم قدر خسته شده به خاطر که راه خیلی دور بود 4 ساعت دادم رانندگی ده ما یک ساعت دوین شهر موتور رانی کنیم بریم همین شهر رو بگردیم کوچه و بالا کوچهش دیگه قرار مسیر ادامه بدیم شوکت میگه برو که شهر بگیری سعی که ما فهمیم شهر چی بره والا دیم هتل پیدا کنی که مثلا بسته میشه اینا ساعت چی فرق بینم در فیلند مثلا ساعت 7 آره دیگه 7 میشه از اینا کسته 6 بجه دیگه باش که این دفعه بری که باز دیگه جا میرسی خدا دوستا خستش دیست دویدو از دیست گشتو بری که اوه رو سرخه بیست نوشته اینو هتل دیگه باش چی بری که چی میشه بس بخیر اینجا بریگه قرار رایسته برو دم درمونه من تر دموتر یک شهر که باید دوستا هم نی رقم سخته با خدا خصوصا که اصلا انگلیسی خوب فول بلد نباشه قدر سختی داره اینا یک عادت داره مثلا انگلیسی گپ بیز نمینو گپ نمیزد انگلیسی برای باید هم زبان خوش اونه بیسون مویم شهرشون رو کج بریم مردم از اون از بالا آمد نوشید این منو قدم زدی از اون پس رفتی Take the first exit. روان پایین آمدیم
این طرف زمین بسته کواست امیدوارم باز یعنی اوتالا که ما گرفته دوستانی تخت خواب دیگه یعنی تلویزیون چیه دیگه دا اونجی تشناب شیه ولی دیگه دا اینج کسته لباس های خروزو منی دیگه منه اینجا هم ویوی بیرون شیه شما سال کن منزل نوهم گرفته همه جا معلوم باشه دیگه دایی منه کسته کسایی که بخواه اول دی خود چای جوش کنه دایی منه یعنی پیاله شیه شکر چیزای شیه اوتالش خوب شیه دیگه منزل نوهم گرفته دیگه دوستا امشب دم اینجا بس و بخیر موری دیگه شهر کجایه؟ وارشو یه سعی کن که از بیرون مایی برق از این میزنی بچان شوشنش باید اینجا کار رو بیلی بعد از تو توگمه رو بیزو که روشن میشه دیگه این تشناب امام شه خیلی هم تمیزه یالا در اینجا مایم دیگه متخصص نم بخیر چی مایم سرخ شده هم فروزنده خسته شده و ما خسته شدم اینجا امام شه امام شم خوب تمیزه ره دوستاین می بود دیگه بالاخره همون بایستی بالاخره با خوب جای پیدا بید منزل نویه از کمپنی ای20 ویوش خوب شه منزل بالا دیگه خسته شده دیگه حالا دیگه پایین نشان اگه بدی بخی پایین است معلوم نمیده دوستان ما از اوتال پرسته دیگه موری یک دفعه در شهر داخل شهر موری یک لحظه میگیره دیگه زیادی منه یخه من شوکات روش ند خود چردم گرفت اون خبر نبوده که اینجا قصه یخه مثلا لباس های هستین اون چی دادی بازیال کسیم خیلی یخه در یک شهر دیروز هم قدر یخ بود امروز هم دیگه ما باری داخل شهر سعی کنی شهرهایش را بعد از او بخیر این شعبه مکشود میشی بعد از او بخیر موری دیگه طرفی اتریش چطور فرازنده تو یخ ده که نه یخ ده که نه خلو خوردم یخ مارم یخ گرفته زیاد یخ داره به نظرم کم است تا کم بله زمینم بارده این چی کار سودا؟ سیداش میشه 3 ساعت من 3 ساعت کار تخت خواب مرکز خرید دیگه موری داخل موری خیلی دور بود تقریبا از نیم ساعت بیشتر هم دی دختر آجی باش که امروز چی چیزا خوشش میاد چی چیزا خوشایند است آها عجب دیسکاولای اینجا هو هم کلگی هست همه خود مغازی باش قیمت ها سعی کنیم نظر به